فرید در وقتی خوردن نهار دانه زیتون را از یک کناری طبقچه به دیگر کناری آن میراند. در وقتهای اخیر او زود به حالت غمگینی و ضیقه گرفتار میشد که سببش را هیچ نمیفهمید. در این سال او به صنف 8 گذشت و حس میکرد که در بدنی و خلق و اطوار او تغییرات ها پیدا شدند. ناخست قدش زود بلند شد، آوازش حفظ شد. در بالای لبی بالا مویهای سیاه پیدا شدند. مثل پیشتر او کم کم بچگی میکرد، ولی آهسته حسی کلانسالی در او غلبه کردن گرفت و عادتهای بچگانه او در نظرش نافورا مینمودند. این مخالفت‌های باطنی او را آرام نمیگذاشتند. بسیار فکر میکرد. خیال‌های رنگین او را گاه از واقعیت دور میکردند. او بناخواست با شنیدن آواز پدر از جای قد پرید. فرید، تو باز در یگان دوری هستی پسرم. صبحانه خود را خور. اگر تأخیر کنی از درس دیر میمونی. فرید از دنیای خیالی خود برآمده جواب داد. آرام باش پدر، من نمیمونم. همه این تغییرات را پدر بر وقت حس کرده بود و میخواست با فرید از ته دل صحبت نماید. مادر و خواهرت امروز بگاه به مهمانی به خانه خاله‌ات میروند. ما باشیم پدر و پسر امروز بگاهی رو یک جای میگذارونیم، از تحت دل صحبت میکنیم. چند مسئله مهم است که من میخواهم درباره آنها با تو این بگاه صحبت نمایم. فرید جزوانش را گرفته به کجا تاخت. او در راه فکر میکرد که و نمیدانست که پدر درباره چی میخواهد با او صحبت کند. فرید قدمهایش رو تیز دمود تا از مکتب در نماند و از معلم جغرافیا عرفان بای برای درمانیش تنبیه نگیرد. فرید به صنفخانه در آمده با رفیقانش احوال پرسی کرد و در قطار آخر نشست. تا آمدن معلم بچه ها در بازی فوتبال، چخل زده شدن گل، یک روی داوران، 11 متری که خطا رفته بود، خلاصه درباره چیزهای نالازم صحبت میکردند. زمانی که عرفان بای در نزد در نمودار شد، مغل نیست شد. در صنفخانه چنان آرامی حکم فرا بود که حتی صدای پرواز پشه شنیده میشد. معلم عرفان، مردی فربه که بار عینک پره‌های بینی او را خم کرده بود، می توانست با یک نگاه به سوی طلبگان آشوب‌انگیز ترتیبات لازمه را در صنفخانه برقرار نماید. او هیچ کس را نمیرنجانید و اجازت نیز نمیداد که ترتیبات در وقتی درس ویران شود. اگر خدا نکند که او کسی را سرزنش کرده باشد، تا آخری درس وقتی مناسب یافته با او آشتی میکرد و خفگی را از دلش میبرآورد. فرید که خواب را دوست می داشت، در پس همسنفان خود جای خود را در قطار آخر معین کرده بود. همین که آواز عرفان بلند شد، همه پلان‌های او برباد رفتند. فرید پسرم، برای چی تو در قطار آخران نشسته ای؟ انا چقدر جای در پیش خالی. فرید از باران گریخته به ژاله زد. با دل ناخواهم او به پیش گذشته در قطار یکم نشست. عرفان بای با آواز بلندش به فهماندن درس شروع نمود. گوش دهید بچه ها، امروز من به شمایان درباره قوه آب نقل میکنم. این نقل درباره آب است که شکل ظرفی را میگیرد که در آن ریخته شده است. آب است که آرامانه به وادی جاری می شود. آبی ملایم شفاف و خنک، و باز این همان آب است که شیلدی راززنان از میان کوه جاری می شود. در نوبت اول شما باید دانید که به آب حیات در روی زمین وجود ندارد. آدم می تواند که یک چند روز به خوراک زندگی کند، اما به آب زیاده از 3 روز زندگی کرده نمی تواند. آفریدگار به ما خبر می دهد که او همه مخلوقات را از آب آفریده است. اقلیم و عوض‌شوی باد و هوا را ما می توانیم سیستم هوا تازه کنی زمین نامیم که در زیر تاثیر مجراهای اوکیانی با وجود می آید. قطرچه های آبی که در زیر تاثیر نورهای آفتاب بخار می شود، ابرها را تشکیل می دهد. ابرها بعضاً هزارها کیلومتر مسافت را طی نموده به کوهها و جنگل های دوردست رفته می رسد و به همه حیوانات و رستنی ها حیات می بخشد.
یکی از فعالان صنف فرید دست برداشت چیزی رو پرسان شد. معلم، اون چیزی رو که شما نقل کردید ما در درس‌های بیولوژی و ساخت آدم گذاشته بودیم. همه ارگانیسم‌ها موجودیت خود را از یک حجره سر کردند که قریب پورا از آب تشکیل یافته است. من می‌خواهم که در این باره بیشتر معلومات داشته باشم. تشکر فرید. چه خیلی که گفتی شاخه‌های علم با یکدیگر مقابل نیستند. الله تعالی این دنیا رو چنین آفریده است. میلیون ها سال است که زمین و آسمان را با قانونهای خود به یگان ضدیت و مقابلیت اداره میکند. تا این دم درباره قوه آب سخن گفتن ما تنها طرفهای فایده بخش و گوارای آن را در نظر داشتیم. لیکن در آن خصلت‌های سرکشی، پرتلاطمی و خشم‌آلودی نیز دیده می شود. بیایید در این باره سخن گوییم. خودتان درباره این خصلت‌های آب فکر کرده نقل کنید. در صنفخانه در حال بلند شدن دستان شروع گردید. آبخیزی، سیل معلم، سونامی، اروزیایی که دریاهای تیز جریان تشکیل میکنند، بوران و طوفان در بحر. وقتی که جوابها پای همچون قطره باران ریختن گرفتند، عرفانبای تلاطلای بلندی صنف را خاموش نموده دوام داد. همه جوابهای شمایان درستند دوستان. در آخر درس خود ما فهمیدیم که آب کدام قوه رو درست، ولی به قسم مهمتری سوال انا اکنون آمده. وقتی که ما ساخت جسمانی زمین رو می آموزیم میبینیم که وادی ها، پشته ها، کوه ها در نتیجه تاثیر آب پیدا می شوند. در آب قوه هست که مانده شوی را حس نمی کند. یک روی و کوششی هزار ساله های آن کوه های بلندی را که از سنگ های کلان و مستحکم شکل گرفتند ویران کرده آنها را تا سطح وادی ها هموار و برابر می کند. در ریزشگاه دریاها با بحرها ریزنده وادی های حاصلخیز پیدا می شوند. و شما نیز اگر از آب عبرت گرفته همین خیلی مستحکم با غیرت و متین و پرطاقت باشد، آنگاه مسئله های حل طلب شما نیز حل خواهد شد. اگرچه آنها مثل کوه نهایت بزرگ باشند هم آب شده نیست می شوند. فرید هیچ وقت انتظار نبود که درس جغرافیا اینقدر شوق‌آور می‌گذرد. او سحر وقتی که کتاب جغرافیا را به جزدانش می‌گذاشت فکر می‌کرد در یگان قطار آخران نشسته خواب می‌کنم. آموزش خریطه های نافهمای جغرافیا، اخباری نافورم درباره منطقه های جغرافی، جایهای کندنی های فایده‌ناک، جایهای زیستی معین رستنی و حیوانهای الهیده ذوق فرید را به جغرافیا خنک نموده بود. اما درس امروزه فکری او را دیگر نمودند. فرید حس نمود در دریاها، وادیها، شرشره های کوهی، در آبی که از مابین پنجه های دستی ما میریزد حکمت هست که قادر است آن ما را راهنما گردد. وقتی که او به خانه آمد از آشخانه بوی با لذت ماهی بریان به ماشامش زد. پدر و پسر با اشتها ماهی و خورش های تر و تازه را استعمال نمودند. پدر خوب میدونست که فرید شیرین را دوست می‌دارد، بنابراین از مغازه قنادی خریدن کلچه قندی با مزه را برایش فراموش نکرده بود. دسترخوان را جمع نموده کاسه و طبق را شسته آنها به زل برای چای خوری گذاشتند. فرید تا حال فکر میکرد که درباره چی پدرش میخواهد با او صحبت کند. پدر نیز انتظار بود که شرایط مساعده برای صحبت پیدا شود. نگاه کن فرید، آدمان تولد شده کلان میشوند. دوره کودکی و جوانی را از سر گذرانیده کلان سال میشوند. پیر شده سپس میوفتند. تو حالا 15 سال داری. تو در همان سن و سال قرار داری که با کودکی خیر و خوش کرده به جوانی و بلاغت قدم میگذاری. تغییرات هایی که در تو رخ داده ایستاده است من و مادرت نیز میبینیم. چقدر که ما الله تعالی را ستایش نکنیم این حالا هم کم است. ما تو را و خواهرچه‌ات را 2 فرزند سالم را داریم. اینجا هیچ جای ترس و هراس نیست. بعد چند وقت هیجان و اضطراب در تن و دلی تو آرام میگردد. تو میبینی که جوانی مثل کودکی زیبا است. در این وقت تو بعضا خوابهای هر خیله میبینی. حس میکنی که جای خوابی تو کمی تر شده است. در این حالت باید طهارت و غسل کنی. دوره به بالاتر رسی این زمان است که باید تو به انجام دادن وظیفه های دینی خود شروع نمایی.
ғусл бошад шарти аввалин ва ҳатмии ҳамаи ибодатҳо мебошад. Барои ғусл намудан бояд даҳону биниро шуста, баъд ҳамаи баданро бо об бояд шуст то он даме ки ягон ҷои хушк дар бадан намонад. аз ману модарат метавонӣ ҳамаи чизҳои нофаҳморо дар ин бора пурсӣ. падар як қур чой нӯшида бо сухан гуфтан шурӯъ намуд. ва фаромӯш накун, мо доим аз ту ва корҳои неки ту миннат дорем, гуфта падар сухани худро ба охир расонд. Фарид бо суханони падараш бо диққат гӯш доду гуфт: ташаккур падар, худо аз шумо розӣ бошад. сипас Фарид дар ин бора фикр карда ба ҳаммом даромад. аввал нияти вузуро барои хондани намоз карда, баъд вузу намуд. вақте ки обро ба биниаш кашид, каме ноҳинҷориро ҳис намуд. баъди он ӯ тани худро бо собун покиза шуст. сипас халати дарозро пӯшида ба ҳуҷраи худ гузашт. мӯяшро шонакунон дар бораи дарси ҷуғрофия фикр намуд. сухан дар бораи қувваи об мерафт, аммо як тарафи савол беҷавоб монда буд. маълум мешавад ки об на танҳо ҷаҳони зоҳирӣ, инчун ҷаҳони ботинӣ моро ташаккул додааст. фарид ғусли худро ба ҷо оварда ба фикрҳо тутавар шуд. маълум мешавад ки ғусл на фақат тан, балки рӯҳро низ пок менамояд ва яке аз ибодатҳои муҳим ба ҳисоб меравад. ба ҷои хоб даромада Фарид нохост худ ба худ андеша намуд: ман ҳоло дар бораи қувваи об бештар фаҳмидам. баъди чанде ӯ орому осуда ба хоб рафт. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.